الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده. اما بعد، امروز عزیزان دل یک حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مختصرا بیان میکنیم. آدم با مجرد شنیدن این حدیث به یک خلاصه میاد، یک تفکر میکند و خودش را با مجرد این حدیث شنیدن باید که اصلاح کند. در سنن امام ترمذی رحمه الله حدیث بیان می شود وابسته به حقوق خردسالها، یعنی انسانهای خردسال. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که از خودش خردسالها را رحم نمیکند، یعنی ترحم ندارد، و از ما نیست. پیامبر یعنی او روش ما را نگرفته است، اون از سنت ما دور شده است. به همین خاطر عزیزان دل، اون برادر روی که امروز کلان سال هستید، اون خواهرهایی که امروز شما کلان سال هستید، میخواهید که خردسالها شما را حرمت کنند، شما باید با آنها ترحم داشته باشید، شما با آنها مهربانی داشته باشید. هر انسان کلان سالی که با خردسالها رحم نمی کند، اون از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم روی گردان شده است. به همین خاطر ما باید با خردسالهای خود رحیم باشیم. الله من شما را ترحم کردن نسبت همدیگر موفق گرداند.